ساده ترین ورزش جهت تقویت عضلات چهارسر ران. جهت تقویت عضلات چهارسر ران به دیوار تکیه داده و پا را به اندازه عرض شانه ها باز کنید. به دفعات و با آرامی خود را روی دیوار به سمت پایین کشانده و از پایین به بالا بکشید. تکرار این حرکات می تواند به تقویت عضلات چهارسر ران کمک کند. در ورژن پیشرفته این نوع ورزش توصیه می شود پس از تکیه به دیوار یک پا را از روی زمین بلند کرده و مانند حالت قبل بدنتان را روی دیوار به پایین و بالا بکشید. این کار را تکرار کنید. تکرار این حرکت همانطور که اشاره شد می تواند به تقویت عضلات چهارسر ران کمک کند. شما می توانید این فعالیت را با هر پا تکرار کنید.